دوستان سلام، بهنام رستمی هستم و امروز میخوام باقالا خورشت یا همون باقالا قاتق گیلانی معروف رو به روش محلی و اصیلش، یعنی همون روشی که مادر بزرگ خدا بیامرزم درستش میکرد، بهتون یاد بدم. اولین مرحله اینه که باید کره رو توی گمج، یعنی همین ظرف سفالی شمالی آب کنید. البته خب میتونین از قابلمه های دیگه هم استفاده کنین. وقتی کره آب شد، سیر له شده رو فقط یه ذره با کره تفت بدین که عطرش از بین نره و نسوزه. زردچوبه هم از همون اول کار به سیر اضافه کنین و تفتش بدین که عطر و رنگش دوچندان بشه. بعد پاچه باقالای محلی گیلان رو اضافه کنین و یک کوچولو تفتش بدین. نمک هم اینجا بهش نزنین که سفت نشه. فقط فلفل سیاه رو اضافه کنین و در حدی تفتشون بدین که توی خورشت له نشه. شیوید خشک یا تازه رو هم اضافه کنین و یک کوچولو که هم زدین و تفت خوردن، قبل از این که شیوید بسوزه و تلخ بشه آب جوش بریزین روش تا جایی که روی باقالیا رو بگیره و 20 دقیقه قل بخورن و بپزن. بعد از پختن خورشت هم اینجا بهش نمک بزنین و حالا که همه چی پخته و آماده است، وقتشه که 2 تا تخم مرغ هم بشکنید توش و با بستن تخم مرغا باقالا قاتق ما حاضره. به به به، ببینید عجب چیزی شد، جاتون خالیه واقعا. ماهی دودی رو ببین. راستی میدونین شمالیا چجوری ماهی شور و ماهی دودی رو میخورن؟ امیدوارم این ویدیو رو دوست داشته باشین و با لایک و کامنتاتون از من حمایت کنید. خیلی ممنونم از همراهیتون. تا یه آموزش دیگه، خدا نگهدار.